شخصی که جنازه مادر خودش را با طریق SMS خواند نفر است ملعون در این دنیا و در اون دنیا. حرص و طمع تا اندازه اخلاق انسانی کبیری را کون ساخته بود که وقتی که مادر پیرش کمپیر ساچک در بستر بیماری نفسهای آخر خود را میکشید و تشنه دیدار فرزند در لحظه های آخر عمر بود، کبیری راه مسکو را پیش گرفت تا در کنفرانس مرکز کرنگی اشتراک نماید و $100 مفت دریافت کند. هنوز کنفرانس آغاز نشده بود که از فوت مادر خبرش دادند، ولی او کوشش بهر بازگشت و شرکت در جنازه مادر نکرد. اینکه در وقتی مرده مادرتم نبودید $200 بالا دونسته که اومده در جنازه کمپیرم سوچک اشتراک کنید. در مرده پدرتم نبودی او بیناموسی ایده دیگه زیاد میشود. چه خیل شما فرزنده که در مرده کمپیر مادرتون حتی اشتراک نکردید. برعکس کشفیات نوی را برای حزبیانش اختراع کرد. جنازه مادرش را با تلفن خواند. اگر آدم به پدر و مادر خود که به امید فرزند گفته نور چشم گفته کلام میکند احترام و اعتقاد نداشته باشد، مگر از چنین اشخاص برای در روز ماتم همسایه خود هموطن خود سوگواری کردن بوی امید هست؟ پس از چنین شخصی که حتی بلندترین مقدسات حیات انسان مادر در نزدش ارزش نداشته باشد چی جای گله است؟ برای او بر اینها وطن و ملت فقط مال بوده میتوانند برای فروش. مگر این خائن امکان نداشت که برای اشتراک در جنازه مادرش به زادگاهش آید، حالان که در همان شب و روز میان شهر مسکو و دوشنبه دهها خطرهای هوایی و زمینی وجود داشتند. کبیری تو نامرد هستی، مگر تو کسی نیستی که جنایت خیانت را از پدر و مادر بالا گذاشته حتی در جنازه مادری کمپیر خدا رحمتی کمپیر سوچک اشتراک نکردی؟ کمپیر مادری تو در بالای دستان ما جان داد، اما فرزندی تروریستش رو انتظار نبود. مردم دهه نام تو را دیگر شنیدن نمیخواهد.